حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو از ویدیو چنل من معینم، کارشناس تغذیه، به طور تخصصی تو حوزه تغذیه ورزشی کار میکنم و قراره توی این ویدیو که اولین ویدیو هم تو که گفتم در مورد این صحبت کنم که اینجا چه خبره، قراره در مورد چی صحبت کنیم، مخاطب این چنل کیا هستن، اصلا به درد کیا میخورن. در کل حدود 1 سال پیش بود من داشتم توی اینستاگرام میچرخیدم و بدون مطلب در مورد تغذیه ورزشی برخوردم. یعنی کلا مطالبی که توی اینستاگرام در مورد تغذیه ورزشی هست 2 نوع بودن. چیا بودن؟ یک نوع مطلب اونایی بودن که مثلا یک آدم خیلی عضلانی میومد در مورد تغذیه ورزشی صحبت میکرد و خیلی واضح داشت چرت و پرت میگفت. یعنی اصلا لازم نبود مثلا رشته تغذیه باشه تا بفهمی طرف داره چرت و پرت میگه. حتی یک اطلاع اولیه هم در مورد تغذیه داشته باشیم که بدن چجوری کار میکنه، غذا و چیزی که میخوایم چجوری روی بدن ما تاثیر میذاره، خیلی راحت متوجه میشد که این داره چرت و پرت میگه. یه نوع مطلب دیگه هم که بود، یک سری میومدن تغذیه ورزشی رو چجوری بگم خیلی پیچیده برای مردم توضیح میدادن. البته از نظر من تقصیری هم ندارن کلا منابع تغذیه ورزشی و مقالات تغذیه ورزشی خیلی قلم به سلم است و یه شکاف خیلی بزرگی وجود داره بین اون چیزی که توی کتابا وجود داره و اون چیزی که ما تو ایران میتونیم انجام بدیم. مثلا میگن چربی مفید بخورید، خب تو چی معرفی میکنی؟ یا آووکادو میگن بخور، یا روغن زیتون میگن بخور. آووکادو که توی ایران خیلی کمه و اگرم باشه خیلی گرونه. روغن زیتون هم با این وضعیت قیمتا اصلا واسه خیلی به صرفه نیست. یعنی که خیلی میگن فیبر بخورید. خب چی پیشنهاد میدی؟ دانه چیا؟ مگه حتما باید آدم دانه چیا بخوره تا فیبرش تامین بشه؟ با خیلی از چیزایی که توی خونه ما هست میتونیم فیبر روزانمون رو کاملا تامین بکنیم. آره، در کل این شرایط دیدم و با خودم فکر کردم خیلی خوب میشه که چیزایی که حالا من خیلی اونقدرم چیزی نمیدونم، به هر حال این چیزایی که توی دانشگاه و این چیزایی که خوندم و به شما هم منتقل کنم که شما هم استفاده بکنید. حالا در کل این چنل به درد کیا میخوره و قراره توش در مورد چیا صحبت کنم؟ یک، واسه اون کسایی که دنبال تغذیه ورزشی به طور تخصصی هستن، یعنی کارشون اینه، مثل بچه‌هایی که رشتهشون تربیت بدنی یا مربی هستن. من میام یکی از بهترین منابع تغذیه ورزشی رو انتخاب میکنم، علاوه بر اون کلی مقاله‌ام کنارش میخونم و میام مرتب مطالب رو بهتون منتقل میکنم. دسته دوم کسایی هستن که واسه سلامتیشون ورزش میکنن و دنبال یک مطالب خیلی مختصر، کوتاه ولی کاربردی هستن که کارشون رو راه بندازه. واسه این عزیزانم باز کاتگوری جدا قرار میدم، تمام ویدیوها رو میگیرم براتون آپلود میکنم که ازش استفاده کنید. دسته سوم عزیزانی هستن که علاوه بر که ورزشکار هستن یک بیماری زمینه‌ای دارن، یا اینکه یک بیماری زمینه‌ای دارن و الان میخوان ورزش شروع کنن که حالا اون بیماری زمینه‌ای هم کنترل بشه، مثل فشار خون، دیابت، PCOS یا سندروم تخمدان پلیکیستیک یا کبد چرب، بیماران کلیوی و غیره. واسه اینها هم جداگونه در مورد هر بیماری ویدیو ضبط میکنم و بر اساس جدیدترین متدهای تغذیه ورزشی حالا اون توصیه‌هایی که لازمه براشون میکنم و توی چنلم قرار میدم. و هر چند وقت یه بارم ویدیوهای متفرقه رو براتون میذارم. مثلا رژیم غذایی ورزشکارای نخبه رو مثلا با زبان خودشون تو یوتیوب پیدا میکنم، براتون هم ترجمهش میکنم، هم ریاکت بهش میرم و توی چنلم میذارم. آره، خلاصه قرار نیست این ویدیو طولانی بشه. این ویدیو رو فقط گذاشتم که بگم اینجا چه اتفاق قراره بیفته، به درد کیا میخوره و امیدوارم کلی بهمون خوش بگذره. همین. خدافظ.